در قسمت‌های قبلی داستان از فرهاد گفتیم و اینکه چطوری مجبور شد راننده اسنپ بشه و غربیرک فرمان تیبای سفیدشو بچرخونه. از چالش‌هایی که با مسافرات داشت هم گفتیم، اما در این قسمت میریم سراغ مشکلات خود ماشین. برای دیدن همه قسمت‌های داستان کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون که راننده اسنپ هستن بفرستید. قسمت 5، وقتی رخش بیقرار قهر میکنه. فرهاد و رخش بیقرارش، همون ماشین وفادارش، چند روزی بود که حالشون خوب نبود. هر بار که دنده عوض میکرد از زیر کاپوت یه ناله عجیب بلند میشد، انگار یه موجود غمگین داره آواز خداحافظی میخونه. صبح فرهاد به ماشینش دلداری میداد. قربونت برم رخش، حالا که پول دوا و درمون ندارم یکم طاقت بیار تا سر برج. اون روز صبح یه درخواست اسنپ اومد. مسیر طولانی، کرایه درست و حسابی. مسافر یه آقا با کت و شلوار اتو کشیده بود که گفت لطفاً تون برو، جلسه مهم دارم. فرهاد تو دلش گفت چشم قربان، فقط دعا کن رخش وسط راه نخواد با مکانیک جلسه بذاره. اما انگار دهنش شور بود. وسط اتوبان، جایی که من راه پس داری نپیش، ناله های رخش به یه جیغ بنفش رسید و بعد سکوت مرگبار. ماشین خاموش شد. فرهاد هرچی استارت زد فقط صدای تق تق ناامید کننده شنید. مسافر با چشمای گرد شده گفت یعنی چی آقا؟ من باید به جلسم برسم. فرهاد با عرق سرد رو پیشونیش و همون لبخند تلخ همیشگیش پیاده شد و گفت به شرمندم قربان، ماشین دیگه با قرمون صداقه هم روشن نمیشه. با لحنی آرامتر بالاخره به مسافر کمک کرد که یه تاکسی دیگه بگیره، ولی تو سرش قوقا بود. خرج تعمیر موتور، هزینه جرثقل، پولایی که این چند روز از دست میدم، اجاره خونه‌ای که هنوز عقب افتاده. وقتی کنار رخش خاموش تنها شد به کاپوت تکیه داد و زنگ زد به استا اکبر، مکانیکش. استا گفت داداش اینی که میگی زیر 10 میلیون درست نمیشه. با آهی عمیق فرهاد گوشی رو قطع کرد. پوزخندی زد و به ماشینش گفت دیدی رخش، آخرش کار خودتو کردی. حالا باید قرض کنم که تو رو درست کنم تا بتونم باهات کار کنم و قرضمو بدم. ما راننده ها انگار اون کارگری هستیم که کلنگش میشکنه، بعد باید کلیه‌شو بفروشه تا کلنگ جدید بخره و بره سر کار. آی چه چرخه باشکوهی. و به این صورت ماجرای خود ماشین هم برای فرهاد سخت شد و اون چالش هم زیاد کرد به مشکلات بیچاره. حالا شما بگید اگه جای فرهاد بودید چی کار میکردید؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. شاید رخش بیقرارم یکم دلش به رحم بیاد.